سلام آقای دکتر. وقت شما بخیر. خوبین؟ زنده باشید. وقت شما هم بخیر. من صدا این تصویر لایو منو دارین؟ بله، ولی این تصویر شما رو ندارم، فقط صداتون رو دارم. تو من من تصویر شما رو دارم. اگه اجازه بفرمایید من خارج بشم یه بار دیگه جوین میشم. شاید این قبلا هم پیش اومده. باشه شما خارج چی، من دوباره دعوت. درود. اومد تصویر من؟ من خیلی ایرادی نداره، همطوری ادامه ای میدیم. بابا. خب ما ادامه میدیم آقای دکتر. قرار شد که حالا ما سلسله لایف هایی که داریم هر دفعه با یک موضوعی در ارتباط با تاب‌آوری صحبت بکنیم. حالا من از شما خواستم که این جلسه در مورد رابطه بین تاب‌آوری و عزت نفس صحبت بکنیم، چون احساس میکنم که خیلی رابطه تنگاتنگی دارم با هم دیگه. سوال من درجه اول این آقای دکتر، آدم هایی که عزت نفس دارن یا احساس ارزشمندی سالمی دارن تاب‌آوری بالایی دارن یا نه کاملا برعکسه، اونایی که تاب‌آوری بالایی دارن احساس ارزشمندی سالمی رو تجربه میکنن؟ اجازه بفرمایید منم سلام بدم برای عزیزانی که الان با ما هستند و دوستانی که بعداً این گفتگو رو میبینن. خدمت شما عرض شود که سپاسگزارم، مرسی. خدمت شما عرض شود که حد مشخص رو اگه بخوایم راجع به عزت نفس صحبت بکنیم باید این شکلی راجع بهش صحبت بکنیم که عزت نفس حد بهینه داره. اینجوری نیستش که ما بگیم یه نفر عزت نفسش زیاده داره یا نداره. بحث فقدانی صحبت کردن راجبش یا ایجابی صحبت کردن راجبش ما رو به بیراهه میکشونه. عزت نفس مثل یه یو معکوسه. اون با قرار بگیری تو حد بهینش که قرار بگیری اون وقت شرایط خوبی پیدا میکنی. عزت نفس زیاد ممکنه که حالا من نمیخوام راجع به تبعات و پیامدهای روانشناختیش الان صحبت بکنم، فرصتم نداریم. عزت نفس زیاد گرفتاری درست میکنه، عزت نفس کم هم گرفتاری درست میکنه. بنابراین وقتی صحبت از عزت نفس میکنیم حداقل در گفتگوی امروزمون راجع به حد بهینه ارزیابی و برآوردی که از خودمون ممکنه داشته باشیم صحبت میکنیم. ساده اگه بخوام بگمش این شکلیه که احساس ارزشی که فرد نسبت به خودش داره اونو میتونیم احساس عزت نفس اسم بذاریم. و اگه این احساس ارزش خیلی کم باشه فرد ممکنه هیچ کاری انجام نده، یا اگر احساس عزت نفسش خیلی زیاد باشه ممکنه اونو به بیراهه بکشونه. معمولا سوال میشه که چجوری این اتفاقات میفته. توی دو
سال اول، توی 3 سال اول مخصوصا باید این شکلی بتونیم به زبون بیاریمش که تنبیه بدنی، تنبیه بدنی، تنبیه بدنی. تنبیه بدنی باعث میشه که بچه ها احساس بدی نسبت به خودشون پیدا بکنن و مستقیما احساس خود ارزیابی و عزت نفسشون رو تحت شعاع قرار میده. بعد از اون فحاشی، موقعی که ذخایر شناختی داره شکل میگیره، تکمیل میشه، اگه به کسی توهین لفظی با الفاظ به کسی ناسزا بگیم، باز هم ممکنه اون عزت نفس رو مورد هدف قرار بده. اما چه ارتباطی داره با تاب‌آوری؟ اگه من توی شرایط سختی قرار بگیرم یا یک مشکل و مسئله‌ای برای من پیش بیاد و من خودم رو شایسته این شرایط بد ندونم و ارزیابی خودم از خودم، لیاقت و برخورداری از شرایط بهتر از این باشه، اون وقت کمر میبندم برای اقدام، برای تغییر دادن اوضاع احوال، برای تغییر دادن روابط و مناسبات اجتماعی. اینجاست که ارتباط پیدا میکنه و ارتباط عزت نفس با تاب‌آوری شکل میگیره. اگر که من توی حد بهینه عزت نفس نباشم، ممکنه گیر و گرفتاری هایی همینجا به وجود بیاد و تاب‌آوری من به چالش کشیده بشه. خدمت شما عرض شود که بنابراین اینکه ما به نوعی متوازن و متعادل از عزت نفس برخوردار باشیم، به نوعی که اگر در شرایط بدی قرار گرفتیم بتونیم اقدام بکنیم برای تغییر و راه رهایی از اون شرایط رو به وجود بیاریم، بسازیم یا پیدا بکنیم. این یه بخش عمده‌اش برمیگرده به اینکه ما چقدر از عزت نفس برخوردار بودیم و چقدر خودمون رو شایسته یا درخور اون پستی و پلشتی یا شرایط نامناسب دیدیم و چقدر در واقع وا دادیم یا تن دادیم. معمولا کسانی که از حد بهینه عزت نفس برخوردار هستند به این راحتی ها دم به تله روزگار نمیدن، به این راحتی ها توی شرایط بد و نامناسب گرفتار نمیشن. اگر رابطهشون کار نمیکنه تغییر به وجود میارن. اگر که شغلشون کار نمیکنه براشون یا خوشایندشون نیست، تغییر به وجود میارن. این قدرت تغییره، این قدرت اقدام مستقیما روی عزت نفس و البته سازه‌های دیگه و عبارات و کلمات دیگه و ویژگی‌های دیگه هم هستن، ولی به هر حال الان چون ما راجع به عزت نفس صحبت میکنیم این شکلی وارد بحث میشیم. من در خدمتتون هستم. بزرگوارید آقای دکتر، خیلی قشنگ بیانش کردید. ولی آقای دکتر، شما توی لایو گفتین تاب‌آوری به راه حل متعهده و به نظرم آدم هایی که عزت نفس سالمی دارن، کلمه سالم رو به کار میبریم که نه اون حد نصاب خیلی بالایی رو ما بگیم آدم هایی هستن که خوبن، نه اونه که عزت نفس پایین رو تجربه میکنن. آدم هایی که عزت نفس، احساس ارزشمندی سالمی دارن، در زندگیشون هدف دارن و نقشه راه دارن و همین نقشه راه باعث میشه که طرف هدفمند تلاش میکنه و اون تاب‌آوری لازم رو داره. ولی یک چیزی که آقای دکتر ما خیلی تو مراجعینمون میبینیم یا تو مردم عادی میبینیم که صحبت میکنن، کلمه تاب‌آوری رو با کلمه تحمل کردن و سازش اشتباه کردن جابجا انگار براشون معانی تعبیر شده. وقتی به طرف میگیم خب چطور این مسیر اومدی، میگه تحمل کردم، ساختم. ولی خب میگم نتیجهش چی شد؟ آیا نتیجه که تو میخواستی به دست بیاری شده که تو بگی در آخر من برای مسیری که داشتم میرفتم صبر کردم، یا نه این کاری که تو کردی رفتار منفعلانه ای بوده؟ چون احساس میکنم آدم هایی که احساس ارزشمندی پایینی رو تجربه میکنن، برای هر مسیری که توش موندن، درجا زدن و منفعل بودن، کلمه تاب‌آوری رو به کار میبرن که ما آدمای تاب‌آوری بودیم، تحمل کردیم، هم چیزی که قدیمی‌ها میگفتن یا پدر مادرامون از قدیم ما شنیدیم، ساختیم، تحمل کردیم، باید تحمل میکردیم. من میخوام راجع به اینم توضیح بدین که این دوتا کلمه زیاد با هم به اشتباه تعبیر نشه. بله،
تاباوری خوگیری با عامل مزاحم نیست. تاباوری تن دادن به خفت و خواری و ذلت نیست. تاباوری قدرت اقدامه. تاباوری مستقیما از توانایی زیست و حیات معقول و خردورزی پشتیبانی میگیره. تاباوری یک رفتاری است، رفتار به معنای پاسخ ارگانیسم به محیط. تاباوری رفتاری است مبتنی بر خردمندی، مبتنی بر اندیشه. تاباوری یه رویکرد تقلیلگرا نیست که ما رو خوار و خفیف بکنه، ما رو تحلیل و تقلیل بده. تاباوری رویکرد توسعه گراست. تاباوری پیش نیاز رشد و شکوفایی و بالندگی است، مخصوصا الان که در آستانه فصل بهار هم هستیم. خیلی خوبه که اینو یادآور بشیم که امید و تاباوری در هم تنیده شدن، به همون شکلی که بهار و امید در هم تنیده شدن. یعنی این سه تا کلمه رو ما میتونیم توی یه ساختار منسجم با هم دیگه ببینیمشون: بهار، امید و تاباوری. هر سه در هم تنیده شدن. امید، اگه بخوایم زندگی رو یک کلبه‌ای در نظر بگیریم یا سلامت روان رو یک کلبه‌ای در نظر بگیریم، امید چراغ پرفروغ و شعله گرمابخش کلبه سلامت روان هست، اگه بخوایم اینو ازش بگیریم. اما اینکه دوستانی که نابجا از کلمه تاباوری در معنای صرف صبوری و تحمل استفاده میکنن، مقصر ماهاییم. جسارتا ببخشید جمع میبندم، اصلا مقصر منم. ما بایستی در تعریف و توصیف تاباوری و ترویج اون بیشتر تلاش میکردیم که یک اینطور خطاهایی در استخراج و استفاده از مفهوم تاباوری اتفاق نیفته. اما اینه که تاباوری به هیچ وجه روی کرده تقلیلگرایی نیست. اگه غیر از این بود اصلا مورد توجه روانشناسی مثبت هم قرار نمی گرفت. از شما راجع به عزت نفس بشنویم خانم اسدی. من خیلی پرگویی کردم. نه خواهش میکنم، استفاده کردیم آقای دکتر. آقای دکتر، من فکر کنم حدودا 1-2 سالی میشه روی موضوع عزت نفس صرفا فوکوس دارم، یعنی کلا تمرکزم رو عزت نفسه و سعی میکنم مقالات یا کتابایی که تو این حوزه هستن بخونم. حالا این عزت نفس چقدر تاثیر داره روی خانم‌های ما و به قول شما باورهای ناکارآمدشون، خیلی تو اون حوزه دارم مطالعاتم بیشتر میکنم که بفهمم دلیلش چیه. ولی اگه به طور کلی بخوام بگم، عزت نفس ریشه اکثر بیماری‌های روانیه. یعنی شما امکان نداره مراجعی رو ببینی که داره مشکلی رو بیان میکنه و در مرحله آخر یا در مسیر درمانش شما به کمبود عزت نفس نرسی. و به یک چیزی هم که من متوجه شدم، یعنی برداشت شخصی منه، حالا من نمیدونم که درسته یا چقدر غلطه، به نظرم عزت نفس نه بالا بردنیه نه پایین آوردنیه. یعنی نمیشه 4 تا تکنیک بدی که بگی مثلا عزت نفس من بالا میره یا عزت نفسم پایین میاد. عزت نفس آقای دکتر از نظر من کشف کردنیه. یعنی آدمی که در زندگی خودش با چالش‌های زیادی مواجه میشه و از پس زندگی خودش بر نمیاد و به نوعی به قول گفتنی آدم منفعلیه، این کشف نکرده چقدر انسان ارزشمندیه. یعنی اون احساس در این اصلا به وجود نیومده، پرورش داده نشده که حالا ما بگیم آدم عزت نفس پایینی داره یا عزت نفس بالایی داره. واسه همین من تو اکثر کارگاه‌های خودم که در مورد عزت نفس صحبت میکنم بهشون میگم بریم بگردین دنبال اون گوهر وجودی خودتون، دنبال تکنیک نباشین که با 4 تکنیک حالا اعتماد به نفس، عزت نفستون بالا بره یا عزت نفستون پایین بیاد. و برای اکثر عزیزانی که حالا تو کارگاه هستن یا مراجعین هستن جالبه که ما دنبال چه چیزی بگردیم. باید بهشون میگم بریم دنبال اون من
واقعی خودتون، اون چیزی که دوست دارین زندگی بکنین و تا حالا پیداش نکردین برین بگردین. دنبال این نباشین که من چه کاری بکنم که برای خودم برای دیگران ارزشمند باشم، چون زمانی که شما خودتون میشناسین دقیقا همونجا استارت احساس ارزشمندی شما خورده میشه. من دیدگاهم نسبت به عزت نفس اینجوریه و به نظرم یک کلمه خیلی با ارزشیه که متاسفانه امروزه های دکتر توی صفحات مجازی همه راجع به صحبت میکنن. هی صفحه اکسپلور رو شما ورق میزنین 4 تکنیک از عزت نفس، بالا بردن عزت نفس، بعد دنیای درون خودتو بشناس، خودتو بپذیر، در صورتی که عزت نفس اصلا مراحل داره. شما وقتی میخواید اون احساس ارزشمندی رو در درون خودت کشف بکنی باید پا در این مسیر بذاری و یه سری مراحل رو طی بکنی. و آقای دکتر نظر شخصی من البته اینه، حالا تحقیقاتم در همین راستای صحبت‌های من رو تا حدودی تایید میکنم، ولی من دوست دارم تعریف عزت نفس رو از سمت شما هم بشنوم. عزت نفس که ساده ترین شکلش اگه بخوایم تعریفش کنیم، من که دیدگاه شخصی تو این مسئله ندارم. اون چیزی که یاد گرفتیم با صاحب اوناست در واقع. اینکه یک فردی چطوری خودشو ارزیابی بکنه و ارزش گذاری بکنه برای خودش، اون احساس ارزشی که آدمان نسبت به خودشون دارن، اون اسمش عزت نفسه. این ارزش میتونه خیلی کم باشه که گرفتاری درست میکنه. این ارزش گذاری میتونه خیلی زیاد باشه که باز هم گرفتاری درست میکنه. بنابراین وقتی صحبت از عزت نفس میشه، حد بهینه عزت نفس میتونه مد نظر باشه و بنا به روایت زیبای شما عزت نفس سالم. اگه یه دامنه ای داره، اگه از اون کمتر یا بیشتر بشه ممکنه بهمون صدمه بزنه و نیاز داشته باشه که برای اصلاحش و برای ترمیمش اقدام بکنه. اکثر آدمایی که نمره تاباوری خوبی ازشون گزارش میشه از حد بهینه عزت نفس برخوردار هستن، نه انقدر میرن به سمت ارزش گذاری افراطی نسبت به خودشون که فرمایی نزدیک بشن به اشکال مرضی خودشیفتگی، نه انقدر خودشون رو خار و خفیف میکنن که اصلا دیگه چیزی از هویت فردیشون باقی نمونه. یه جور بی‌مقدار میشن، یه جور اصلا ارزشی دیگه برای خودشون قائل نیستن. به هر شرایطی تن میدن، به هر خفت و خاری تن میدن، به هر نوع تواضع، کرنش و بردگی و بندگی تن میدن. علتش اینه که در دراز مدت، طولانی مدت، بنا به دلایل عدیده آموزشی و فرهنگی و اجتماعی، عزت نفس اینا مورد حمله قرار گرفته و دیگه چیزی از اون منزلت و کرامت براشون باقی نمونده. برای اینطور آدمی با اینطور شناسنامه عاطفی و روانی دیگه ما اساسا نمیتونیم قدرتی به نام توانایی، به نام تاباوری و قدرت جنگیدن و قدرتی از عهده برآمدن در مواجهه با مسائل و مشکلات روزگار پیش بینی بکنیم. حتما چیزی از جنس معنا بایستی در زندگی ما، در قلب ما، در روح و روان ما جریان داشته باشه که ما رو بتونه در مقابله و مبارزه با مسائل و مشکلات زندگی پشتیبانی بکنه. حتما من این تاکید بکنم، حتما در قلب ما، در روح و روان ما چیزی بایستی از جنس معنا جریان داشته باشه. زندگی اگر بی معنا و بی هویت بشه کلکمون کنده است. ما با تلنگری از پا در میایم، چون چیزی نداریم که بخوایم براش بجنگیم. یک مادر قدرت جنگندگیش به خاطر عشقیه که به فرزند یا به فرزندانش داره. مردان جنگجو باز یا به خاطر وطن می جنگن، یا به خاطر جامعه می جنگن، یا مصلح اجتماعی هستن و خیلی چیزهای دیگه. هر کسی به هر حال به یک شکلی، به یک معنا و مفهومی تکیه میزنه که اون قلبش رو، زندگیش رو پرنور و سرشار نگه میداره. حالا اگه این معنا رو بکشیم از زندگیامون بیرون، قلبمون خالی، تهی و برهوت باشه،
اون وقت من و شما چی داریم که به خاطرش زنده بمونیم که بخوایم وارد جنگ های کاملا جدی این روز و روزگار بشیم؟ اون احساس ارزشی که به ما عزت نفس بهینه میده، عزت نفس سالم میده، اون احساس ارزشی است که که فرد خودش برای خودش قائله و این قشنگی و زیبایی است. اون معنا رو به هم دیگه کمک کنیم. این بچه‌ها وقتی به دنیا میان، من وقتی میرم مثلا یه لباس جدید میخرم، سلمونی میرم، یا خانم‌ها به همین شکل، فرقی نمیکنه. خب دنبال این هستیم که ببینیم آیا ما خوبیم یا نه. اگه اون احساس خوب بودن رو از محیط پیرامونیمون دریافت بکنیم که یه سکه طلایی انداختیم تو قلک عزت نفس، وزن و مقدار بیشتری پیدا میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما آدمایی هستیم که قابل احترامیم. من برای خودم حداقل ارزش قائلم. این قشنگی داستانه. و بازم تاکید بکنم، در مواجهه با مصائب و مشکلات و سختی های روزگار حتما بایستی چیزی از جنس معنا در قلب ما جریان داشته باشه و اون چراغ امید رو روشن نگه داره و به ما قدرت جنگیدن بده. همه آدمایی که به ما جنگیدن یاد دادن، همه آدمایی که به ما طی کردن مسیر موفقیت و سرافرازی رو، دستیابی به موفقیت‌های خانوادگی، شغلی و مسائلی از این دست رو یاد دادن، همه کسانی بودند که به ما فقط یک کلمه ساده گفتن: تو خوبی، تو با ارزشی. و روح شهامت و تحور و جسارت و قدرت اقدام رو در عزت نفس ما دمیدن. اگر فردی برای خودش ارزش قائل باشه، به یقین برای هم نوعان خودش هم ارزش قائله. من از شما بشنوم خانم اسد. بزرگوارید. آقای دکتر، خیلی مثال خیلی قشنگی زدیم و در مورد آدم‌های جنگجو صحبت کردیم، در مورد مادران. یک چیزی الان اومد تو ذهن من، این تفاوت نسلیه. ما اگه به تاریخ و داستان‌های گذشته نگاه کنیم، حالا نمیگم خیلی قدیم، حداقل تا دهه 40 و 50 که پدر مادرامون هستن، من احساسم اینه که اون دهه مردم عزت نفس بالاتری داشتن، قدرت تاب‌آوری بالاتری داشتن و جنگجوتر بودن. ولی هرچی به نسل‌های جدیدتر میایم، حالا دهه 70، دهه 80 و 90های عزیز که حالا خیلی کوچولو هستن، هنوز پا به میدون نذاشتن، احساس میکنم اون تاب‌آوری کمتره، اون احساس ارزشمندی کمتره و بیشتر این احساس ارزشمندی گره خورده به تایید اجتماعی، اینکه از بیرون چطور دیده میشن. ولی در گذشته اینجوری نیست. شما وقتی تاریخ بزرگان یا آدمای موفق رو میخونین یا زندگی مردم رو نگاه میکنین تو دهه 60 دهه 50، مردم خیلی احساس ارزشمندی بالا داشتن، حتی برای هدفهاشون خیلی قشنگتر میجنگیدن، کمتر ناامید میشدن. حالا شما چون حالا اون تجربه رو دارین و اون دوران زیسته این، میخوام از تجربه شخصی خودتون بگین و نظرتون به نظر این چیز وجود داشته یا من این تفاوت رو واقعا احساس میکنم؟ ممنون که سن و سال ما رو به رخمون کشیدی. سپاسگزاری میکنم. واقعیتش اینه که من در جایگاه نیستم اظهار نظر شخصی بکنم راجع به این مسائل و پیمایش و مطالعه خاصی هم برخورد نکردم که مقایسه بکنم. این چون برمیگرده به مطالعات بین نسلی و پاسخ این سوال نمیدونم. نه، من اما نظر شخصی شما رو میخوام. میدونم با تحقیقات و مقالات رو مطالعه کرد و صحبت کرد. عرض میکنم خدمتتون. اما بر اساس اون چیزی که مطالعات بین نسلی به ما یادآور میشه، تهدیدات و مخاطرات و همینطور جنس توانایی و تاب‌آوری نسل ها متفاوت هست. اینو با قطعیت بگیم. تهدیدات و مخاطراتی یا آسیب ها و صدماتی که پدر بزرگ مادر بزرگای ما تجربه کردن با تهدیدات و مخاطراتی که نوه ها و نتیجه های ما ممکنه روبرو بشن کاملا متفاوته. جنس بچه های امروز ما نگران این هستن که خودشون رو در عرصه‌های اجتماعی چطور پرزنت کنن
در صورتی که شاید دهه‌های قبل این دلنگرانی و اضطراب به عنوان اضطراب اجتماعی انقدر پررنگ نبود. بچه‌های ما امروز شدت استرس و اضطراب فقر و تنگ دستی رو دارن، در صورتی که شاید دهه‌های پیشین به این شکل نبود. بنابراین من عزیزان رو خیلی مباحث پردامنه ایه. اگه اجازه بدین یک جلسه راجع به نسل آلفا که الان 12-13 ساله هستن، سلامت روان و چالش‌ها و گرفتاری‌هاشون چیه به عنوان یک نوجوان، و نسل زد که بزرگترشتی شدن، یعنی حدود 30 ساله هستن و مسائل و مشکلاتشون متفاوت شد. پیش از اینها مثلا ما گروه همسالمون تو کوچه بود، الان گروه همسال بچه‌ها حال حاضر تو گوشی‌هاشونه. منو اگر میخواستم تنبیه کنن میفرستادنم تو اتاقم و درو میبستن، من تنها میموندم. امروز اگه بخوام کسی رو تنبیه کنن گوشیشو ازش میگیرن و تنها میمونه. جنس صدمات، تهدیدات، فرصت‌ها و توانایی‌ها تغییر کرده. به خاطر همین خیلی موضوع سیال و چند وجهیه و من واقعا نمیتونم توی این زمان کم وارد تمام اجزاء این بحث چند وجهی بشیم. اما اینو میتونم بگم عزیزانی که مایل هستن برای عزت نفس خودشون یه قدمی بردارن که منجر به توسعه تاب‌آوری و توانایی اونا هم بشه، میتونن از تمرینات سلف تاک یا خودگویی های مثبت استفاده بکنن. ذکر بگن، دعا بگن، از عبارات تأکیدی مثبت استفاده بکنن. اگرم که نیاز به راهنمایی و توضیحات و اطلاعات بیشتری داشتن، یا با خانم اسدی یا با بنده از طریق دایرکت تماس بگیرن. حتما عزیزان و همکارانمون بهشون کمک میکنن. لینک های پرشماری در اینترنت فارسی اومده، محتواهای خوبی تولید شده و کماکان این روند هم خدا رو شکر ادامه داره. خودگویی های مثبت برای ما مفاهیمی رو تکرار 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 و پررنگ و پررنگ و پررنگ نهادینه میکنه که میتونه هم خودآگاهی ما رو توسعه بده و هم عزت نفس و اعتماد به نفس ما رو تحت تاثیر مثبت قرار بده. فکر میکنم که فرصتمونم رو به اتمام باشه. خانم اسدی گرامی، اگه مطلب موضوع جنبندی موضوعات امروز با شما، من در خدمتتون هستم. زنده باشید. بعد اگه که دوستان سوال کردن، دوست داشتم به عنوان حسن ختام به این سوال ما جواب بدیم. گفتم به نظر باید مسئله پیش بیاد تا ما تمرین بکنیم عزت نفس رو. شما میتونید سوال جالبیه ها. شما میتونید به عزت نفس رویداد محور نگاه کنید، میتونید این شکلی نگاه نکنید. من پیشنهادم اینه که منتظر نشیم اتفاقی بیفته، با چالش روبرو بشیم، بعد به فکر اصلاح و درمان و مرمت بیفتیم. ما خونه که میخوایم بسازیم، اجازه بدین اول خونمون رو محکم بسازیم، استانداردها رو رعایت بکنیم که ضد زلزله هم باشه، ضد حریق باشه، ضد ارتعاش باشه، آلودگی‌های صوتی و سایر مسائل، که اگه یه موقعی هر کدوم از این اتفاقات افتاد و محل سکونت ما رو، محل امن و آسایش ما رو میخواست تهدید بکنه یا تخریب بکنه، بتونه مقاومت خوبی نشون بده. اما اگر اینکه منظور نظر دوست عزیزمون این هستش که من از کجا بدونم آیا باید حتما اتفاقی بیفته که متوجه بشم به اندازه کافی عزت نفس برخوردار هستم یا نه، راه داره. راهش هم مقیاسه. البته که افراد متخصص، بالینگران عزیزمون توی مصاحبه‌های بالینی هم میتونن تشخیص بدن، ولی بهترین راهش این هستش که پای متر و معیار و مقیاس وسط باشه
اون مقیاس‌ها برای استفاده در ایران با توجه به شرایط خاصی ترجمه شدن، داوری شدن و اعتباریابی شدن. میتونید از اون استفاده بکنین. اگر نمره پایین بود با روانشناس و مشاورتون تماس بگیرید و حتما برنامه‌هایی رو برای توسعه عزت نفستون تدارک خواهد دید، به شما کمک میرسونن و راهنماییتون کنن. بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که اگه بخواید مسیر کوتاه برین، من پیشنهادم خودگویی های مثبت. همیشه با خودتون صبح که چشم از خواب باز میکنیم و بیدار میشیم، این ذهن شروع میکنه به صحبت کردن. این گفتگوهای درونی بخش عمدهش خداینده و منفی هم هست. علتش اینه که ما برای بقا خلق شدیم. اولویت اولمون اینه که زنده بمونیم. بنابراین میریم سراغ تهدیدات و مخاطرات. بایستی تلاش بکنیم اونو در اختیار بگیری و یکی از راههایی که بهمون خیلی کمک میکنه که بتونیم گفتگوهای درونی رو به شکلی سازنده و توسعه دیگر رو ازش استفاده بکنیم، خودگویی های مثبت. ذکر بگیم، دعا بکنیم، ذکر بگیم، دعا بکنیم، عبارات تأکیدی مثبت برای خودتون و حتی برای در خطاب با دیگران، با عزیزانتون، با پارتنرتون، با فرزندتون، با همکارتون مثبت صحبت بکنید. بسیار مهمه. ما 2 کلمه رو اگه خاطر مبارکتون باشه راجبش صحبت کردیم. یکی تنبیه بدنی، یکی فحاشی و سزا گفتن. آره، اینا به شدت به عزت نفس آدما حمله میکنن، تخریب میکنن. توی 3 سال اول، 36 ماه اول تنبیه بدنی آثار بسیار وحشتناکی داره و پس از اون هم موقعی که دیگه بچه ها سر از کلمه و کلام و معنا و معنی در میارن، فحاشی. خب خودتون رو نوازش کنین، با خودتون مثبت صحبت بکنین. این گفتگوهای درونی بسیار مهمه و عزیزانی که مایل هستن مفصل تر برش بخونن، کتاب تاباوری اثر وندیموس، ترجمه مقدسی و سرلک، فصل 4 اختصاصی راجع به خودگویی ها صحبت شد. سایتون برقرار. امیدوار هستم که این گفتگوهای ما رو که در خلوت ترین تایم اینترنت برگزار میشه ببینید، لذت ببرید و برای ما هم باز خود بدید که چطور بتونیم خدمتگزاران بهتری در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. سپاسگزارم. مرسی آقای دکتر. من در یه جمله آخر بخوام بگم در مورد عزت نفس و تاب‌آوری، عزت نفس به شما اون ایمان رو میده که مسیری که پیش رو دارید، مسیر زندگی ما پر از امواجه. بهتون یاد میده در برابر امواج تسلیم نشید و به جای اینکه منفعل باشید، موج سواری یاد بگیرید و این مسیر رو خیلی قشنگتر برای شما روشن میکنه و امیدوارم که بتونیم تو لایف‌های بعدی حالا موضوعات مرتبط با تاب‌آوری رو صحبت بکنیم. تا اینجا که ما خیلی بازخورد خوبی گرفتیم. ممنون از شما آقای دکتر که دعوت بنده رو قبول کردیم. برای من خیلی ارزشمنده. سپاسگزارم. مرسی. زنده باشید. روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا